مجارستان، ونگریا یا خود مجارها از کجا آمدند؟ تاریخ آنها از کجا شکل می‌گیرد؟ در واقع مجارها تاریخ قدیمه دارند و تاریخ آنها از دیگر کشورهای اطرافشان فرق می‌کند. مورخان بر آن عقیده‌اند که مجارها از دو قوم ترکیب یافتند. یکی از قسمت‌های اورال آمدند و دیگری از شرق، از آلتای. در عصر دوی قبل از میلاد قبیله هایی که ما گفتیم به غرب حرکت میکنند با چینی ها درگیر میشوند و به قسمت اورال را با آن قوم دویم آمیزش یافته به قسمت مجارستان می آیند. البته مجارستان امروزه. مجار از دو کلمه ترکیب یافته است. کلمه اول کلمه اورالی است و دوم آلتایی. این هم معنای مرد و یا انسان را دارد. امروز باید گوییم که برای چی ونگریا میگویند مجارستان را. این را اروپایی ها گفتند. اینها را در اول اونگور یعنی 10 قبیله میگفتند. سپس آن با گذشت زمان نام ونگر یا ونگریا را گرفت. در سال 2016 تحقیقات درباره مجارها یا مجارستانی های عصر 10 میلادی گذرانیده شد. این تحقیقات اثبات نمود که آنها ریشه اورالی و آسیایی دارند. مجارهای قدیم شباهت به مردمان ترک زبان آسیای مرکزی داشتند، به مثال ازبک ها و قزاق ها. مجارهای امروزی شباهت به همسایگان اروپایی خود دارند. مجارستان یا ونگریا در اروپای مرکزی است. جغرافیای خوب دارد. خاکش حاصلخیز است. پهناور نیست ولی جالب است. از مجارستان دو رود میگذرد، یکی از شمال دیگری از شرق. از لحاظ جغرافی مجارستان 4 فصل دارد: تابستان گرم و زمستان سرد. این کشور یعنی ونگریا با 7 دولت همسرحدی دارد. امروزه مساحتش 90,000 کیلومتر است. مجارستان را از اطراف کوههای کرپات، آلپ و بالکان احاطه کردند. این دیوار طبیعی است. شکلگیری حکومت مجارها و تاریخ آن از سال 895 میلادی یعنی از آخر عصر نو آغاز می شود. در سال 955 میلادی مجاری ها با آلمانی ها می جنگند ولی متاسفانه شکست می خورند. از سال 1000 میلادی حکومت مجارستان دین مسیحی را دین رسمی کشور اعلام می کند. اگر درباره ضبطکاری های مغول ها در اروپا گوییم، در سال 1241 مجارستان را ضبط می کنند. از سال 1301 این طرف مجارستان را شاهان خارجی اداره می کردند.